سال 2021 برای تاجیکستان عزیزمان سالی مخصوص یعنی جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی می باشد. با مقصد استقبال سزاوار این سنه مقدس تاریخی با قرار حکومت مملکت نقشه چهاربینی‌های آبادانی و سازندگی قبول گردیده است. اعضای حکومت و رهبران اداره و ساختارهایی که به شهر نایا وابسته شدند، رئیسان ولایت‌ها، شهر نایا و جماعت‌های شهرک و دهات وظیفه دارند که اجرای سری وقتی و با صفت چهاربینی‌های طبق نقشه پیش بینی شده را تامین نمایند. بار دیگر تاکید می‌سازم که وظیفه اساسی هر یک ما از رهبر دولت سر کرده تا وکیلان مردم، اعضای حکومت، رهبران همه ساختار و مقامات دولتی و تمام خدمتچیان دولتی صادقانه خدمت کردن به خلق عزیز تاجیکستان همیشه و در همه حالت در پهلوی خلق بودن است.